در سال 2011 ناچ سازنده ماینکرافت یه مودی به بازی اضافه کرد به اسم هاردکور. دیفیکالتی بازی روی هارد قرار داره. اگر بمیرید دنیاتون برای همیشه حذف خواهد شد. پس سعی کنید که نمیرید. آدمای زیادی داخل هاردکورشون مردن و الان وقت مردن من فرا رسیده. شاید حالا یه جا میخوایم که بسازیمش و فکر کنم اینجا اوکی باشه. فقط قبلش باید یه کاری انجام بدیم. هاردکور که رو هم خونده میشه سیاه. خودم هم کرم دارم به خدا. خیلی خب اینجا عالی که نمیشه گفت، بعدم نی، ولی جدی اینقدر خیلی راحت حالا تو هاردکور نمرده بودم. خیلی حال میده. دقیقاً میخوام همچین چیزی بسازیم، فقط خیلی بزرگتر. خیلی خب حالا بعد بیام گیم اوور اینجا رو بسازیم که برای اونا نیاز داریم به کلی کوارتز. خیلی خب حالا بریم اون گیم اوور رو بسازیم. خیلی خب این از این و الان باید بریم اینا رو اوکی کنیم. این سایه ها رو میبینی اینا رو میبینی که متاسفانه برای اینا نیاز داریم به گوسفند توسی، یعنی پشمش توسی، نه خودش توسی که نمیتونه باشه. میفهمی چی میگم؟ میدونی چی میگم؟ و از اونجایی که کل گوسفنده اینجا رو قتل عام کردم سر بیلد قبلی، بعد یه 2000 والا که فکر کنم از اینجا دور شی. گوسفند داداش آروم باش نکش. ببین آروم باش داداش. یا نکش. الو اون دوتا موندن. نکش. خیلی سعیای کمیایی بودن فکر کنم جو کشتمشون، ولی خب مهم. خیلی خب حالا باید منتظر بشیم اینا رشد کنن. عالی شد رشد کردن. خیلی خب اینجوری یه فنس بکشیم. اینم از این. البته به اینا دقت نکنید، اصلا هم کسایی که همرنگی نبودن و یعنی که ببین توی زندگی خب یه سریا به یه چیز نیاز دارن، خب بقیه رو نمیتونم جمع کنم. ولش گوسفندان عزیز، پشماتون رو تخ کنید دیگه. خیلی خب حالا وقتشه بریم این سایه ها رو اوکی کنیم. خیلی خب دوستان سایه هم تموم شد، ولی متاسفانه اینجا خیلی داره ماب اسپان میشه. من شیشه ها رو اینجا بزنم دیگه اونقدر زیاد اسپان نمیشن. البته چرا بازم فرق چرا این ویزه این؟ الو دوستان وقتی وسط جای میخوای بیای ویدیو رکورد کنی همین میشه دیگه، اون پایین کلی ارور مرور میاد. شاید به اون اهمیت ندید. خیلی خب الان بریم اسکور رو اوکی کنیم. خیلی خب اسکور من 80564 و توسط کریپر مردم. حالا بعد بریم این قسمت رو بسازیم که دور و برش مشکی هن، یعنی کانکریت مشکی. یه لایه سفید داره که فکر کنم گری که نمیشه، لایت گریه. و اینجا هم که استونه دیگه. الان باید بریم استون جمع کنیم. آجی اینطوری نمیشه، خیلی کنده. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دلغک چی میگی تو؟ اینجا وای غلط کردم. بمیر وای وایسا فرار. بمیر وای بمیر. داره میمیره. وای توتم دارم. حل بمیر. یس. وای آجی صدای آیرون خیلی تغییر کرد ناکوی تو 1.25. حالا بلاک آف آیرون نداشته بودم تو 1.21.5 که حالا شد. اون موقع چی بود بابا؟ 3 ساعت طول میکشید. خیلی خب حالا باید بریم برای ساختش. ولی تو فوقش آخرش کلا رفته سرش، چه کلا رفته سرم رو از رو میبرم. خط و نشون کشیدم خدایی نکرده دیدم آره دوری همینه خاطرت هنوز. خیلی خب اینم که ساختیم. یه دکمه پایینش داره ولی اینو آخر میسازم. حالا بهتون میگم چرا. و اینکه الان اینجا باید قلبا باشم، ولی چون با شیدر بودم اینجا تار شده، ولی من دارم عکسشو. ولی خب الان باید بریم این متنی که این پایین میاد وقتی میمیری رو بنویسیم. خیلی خب این که اوکی شد. حالا این پایین باید قلبا رو بکشیم و اینکه مشکل اینجاست که همشون یک نماخ نیستن این قلبا و بالا پایین دارن. واسه همین اول بریم قالباشو در بیاریم. خیلی خب این از فریم قلبا و اون چرا کامل نیست. الان باید بریم سراغ این که توشو پر کنیم.
کمک. آره سی اسکینمون آکوی تابستونی کردم لباسشو. بابا اون زیر نیا دیگه گاید. آره از 1 تا 10 به این نمره ریده تو اصلا ما این فدر کلاین. خیلی خوب بعد اینا رو پر کنیم الان. تموم شد. چرا اینقدر میس کلیک میدم من؟ الان باید برم ایونتوری رو بسازم. خیلی خوب اینا از ایونتوری و الان باید بریم آیتم های داخلش رو بذاریم. و از اونجایی که من خیلی خفنم و هیچ وقت نمیرم، اگر مرده باشم شاید حالا یه احتمال کمی وجود داره که اونم با ابزاره چیز بودم، آهنی بودم و آره برای از این من هیچ وقت نمیرم. آره چرا اوبیا دارم حرف میزنم ولش کن بریم بسازیم. خیلی خب اینا که شدم و همینطور که گفتم از اونجایی که من خیلی آدم خفنی هستم 100% 10,000 تا آدم ریخته بودن روم، کلی زامبی و بیبی زامبی ریخته بودن روم و داخل غار بودم، واسه همین تورچ داشتم توی دستم. نه پس اینجا که خالیه و بریم تورچ بسازیم. میرم تو این سناریو سازی ماجی. برای این ستا دیگه واقعا داستان نداشتم بذارم. هر کی واسه این ستا یه دونه داستان درست کرده داخل کامنت ها برنده 100 میلیون ولم. حالا چیزی که جالبه یادم رفت اینه که من نه XP رو درست کردم نه هانگر بار. عالی شد. بریم اینا رو هم درست کنم من برگردم. عالیه. خیلی خوب فقط نمیدونم چرا 151 لولم با اینکه اول بازی من نمیدونم اصلا دارم چیکار میکنم، ولی خدایی خوشگل شد، جدی باحال شد. حالا کار دیگه نمونده دیگه، فقط باید برم این شیشه هاشو بزنم. ای ملعون چی شده؟ یعنی چی؟ کی داره what the fuck؟ غیر از من یه کسی دیگه تو هاردکور هم هست. یعنی صدا کجا میاد؟ نترس منم. همین که تویی دارم میتونم. کجایی دیوس؟ درست حرف بزن با پروردگارت. آها چشم ببخشید. شما به یک PvP دعوت شدید و اگر اون رو ببرید میتونید به هاردکور خود بازگردید. اگر نبردم چی اون وقت؟ what the fuck چرا بارون گرفتم؟ یا خدا باشه میبرم حتما. یا خدا حتما میبرم آقا ببخشید. آفرین. این ارورا چیه فقط این داره میاد؟ خدا اینو نمیتونی اوکیش کنی؟ نه تو داخل ایران زندگی میکنی بدبخت. جدی مسخره کردی منو؟ با این فایت بدم این حتی اصلا من نمیدونم کجام. من به فکرتم فرزندم واسه همین گفتم با این فایت بدی. وای چقدر دارم بازی در میارم. دو تا صدا رو چقدر سخت در آورد. بیا سرویس کردی ما رو سر این ویدیو. خدای من نمیبخشم تا اینقدر داری اذیت میکنی. من نمیفهم واقعا. خیلی خب بچه قبلی که بریم نتیجه رو ببینیم، کسایی که اسمشون رو توی ویدیو قبلی نوشتن بذارید من اینجا بنویسم و اگر شما هم میخواید داخل ویدیو بعدی باشید حتما زیر کامنت کنید بنویس. آراد 123 مواد شاپ بکنم امیدوارم درست خونده باشم. اگه درست نخونده باشم برات بخ طرف آبروش میره ولی اشکال نداره. ایشون اتاتی کیدی و برای ویدیو قبلی همینا بودید. زیاد کامنت نداشتم چون زیادم ویدیو قبلی ویو نخورد، ولی امیدوارم این ویدیو رو بهتر کنید. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with